به دلیل سفر کاری آقای طیب نیا برای دیدار ایشون راهی شهر کرد شدم تا بتونم در مدت کمی روند کارهای روزانه وزیر رو خارج از وزارتخونه مشاهده کنم. اولین دیدار آقای وزیر با نماینده ولایت فقیه و امام جماعت شهر کرد بود که به دلیل سوء تفاهم نامشخص استاندار با گروه مستندساز یک روز یک وزیر ورود ما به جلسه ممنوع شد. چرا؟ علی طیب نیا، متولد فروردین 1339، زاده اصفهان، سیاستمدار اصلاح طلب، اقتصاددان، استاد دانشگاه و وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران. سلام آقای طیب نیا، صبح شما بخیر. خوبین؟ ما متاسفانه واسه سوء تفاهمی نتونستیم وارد بشیم. نه حالا ان شاءالله حل میشه با استاندار و اینا. خواستم ببینم که امروز شما چی کار کردین اینجا، چه صحبتی کردین؟ ما یه جلسه داشتیم خدمت امام جمعه محترم شهر کرد به مناسبت هفته دولت. اقداماتی که دولت انجام داده طی 3 سال گذشته چه در سطح ملی و چه در سطح استان بیان شد. آقای استاندار اقدامات موثری که توی این 3 ساله در استان شده، طرح‌های عمرانی که اجرا کردن رو توضیح دادن. بنده هم شرایط عمومی اقتصاد کشور و برنامه‌های کشور برای آینده رو تشریح کردم. افتتاح مدرسه و محیط آموزشی و پژوهشی در شهر کرد توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی. میشه خیلی کوتاه فقط بگین که برای چی اومدین به شهر کرد؟ امسال سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل و تصمیم جدی داره دولت که بعد از چند سال که اقتصاد ما با کندی رشد اقتصادی و یا رکود مواجه بوده بتونیم رونق رو در اقتصاد ایران جاری بکنیم. لازمه این کار اینه که ما به استانهای مختلف کشور سفر بکنیم، با مشکلات و مسائل اقتصادی از نزدیک آشنا بشیم، روند پیشرفت برنامه‌های دولت رو بتونیم کنترل بکنیم و بر مبنای او اگر لازمه تصمیماتی گرفته بشه تصمیم بگیریم. من و همکارانم در بعضی از سازمان‌های تابعه خانواده بزرگ وزارت امور اقتصادی و دارایی به شهر کرد و استان چهارمحال و بختیاری سفر کردیم. سعی میکنیم از واحدهای تولیدی، واحدهای اقتصادی مختلف این استان بازدید داشته باشیم و از مسائل از نزدیک آشنا بشیم. افتتاح مجتمع تجاری در بافت قدیمی و فرسوده کنار بازار به جهت بازسازی رونق اقتصادی در شهر توسط آقای طیب نیا صورت گرفت. آقای طیب نیا، شما الان اومدین یه مجتمع تجاری تو شهر کرد افتتاح کردین. من خواستم ببینم ثبات دارایی یک شخص منوط به تجربه یا سواد تو دنیای امروز؟ ثبات که چیز خوبی نیست. ثبات چیز خوبی نیست. هر کسی باید سعی بکنه که دارایی خودش رو ازش به نحو بهینه استفاده بکنه و طبیعتاً وقتی خوب استفاده کردی این دارایی باید بتونه در طول زمان افزایش بده. طبیعتاً هم شرایط عمومی اقتصادی موثره و هم تجربه و دانش فردی که مدیریت میکنه دارایی ها رو. ما توی دارایی‌های دولت مدیریت خوبی نداریم و یکی از برنامه‌هایی که وزارت اقتصاد الان طراحی کرده اینه که دولت به عنوان یک شخص حقوقی بتونه از دارایی‌های خودش بهتر استفاده بکنه و اونا رو یه مبنا قرار بده برای کمک به رشد اقتصادی کشور.
میزبان یک وزیر ارزشمند از دولت محترم تدبیر و امید هستیم، جناب آقای دکتر علی طیب نیا و هیئت محترم همراه. خیلی خوش آمدید آقای دکتر، براتون آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم از اینکه استان ما رو در سفرهات در هفته دولت انتخاب کردید. صمیمانه سپاسگزارم. خوشبختانه امروز شاهد افتتاح پروژه‌ای هستیم که جهت احیا و نوسازی بافت فرسوده که یکی از اولویت‌های دولت است در این مکان حضور پیدا می‌کنیم و شاهد افتتاح این پروژه هستیم. هم احیا و نوسازی بافت فرسوده و هم ایجاد فرصت‌های اشتغال برای ملت عزیز ما و جوانان جویای کار ما طی چند سال گذشته از شرایط بسیار سخت و خطیری عبور کردیم که جز با روحیه انقلابی و با مدیریت جهادی امکان پذیر نبود. روحیه‌ای که ما اوج او رو در بزرگمردان خودمون شهیدان رجایی و با هنر سراغ داریم. اگر نبود پایمردی ملت ایران و شجاعت‌هایی که در دوران تحریم به خرج دادند و دادیم، قطعاً این موفقیت‌ها و توفیقات به دست نمی‌آمد. روابط خارجی ما تبدیل شده بود به یه روابط کاملاً پرتنش و اگر نبود مدیریت جهادی و اقدامات تدبیرانه و عاقلانه، قطعاً این توفیقات به دست نمی آمد. آقای طیب نیا خسته نباشید. ببخشید، شما شهری مثل شهرکرد رو چجور میتونید محاسبه کنید که پتانسیل اینو داشته باشه که بتونه یک دارایی رو برای مملکت تولید بکنه، پول به عرصه بندازه؟ چون بیشتر همش نگاه آدم‌های معمولی به شهرهای بزرگی مثل تهران، اصفهان، تبریز هستش. مثل شهرکرد یا حالا شبیه شهرکرد، وهله اول مهمترین دارایی سرمایه هر شهری مردم خوب استان شادمحال و بختیاری که در رشادت و مردانگی کم نظیرن، بهترین سرمایه این استان هست برای پیشرفت. بعد از اون هم موقعیت‌های طبیعی کاملا استثنایی در این استان وجود داره که بهره‌گیری از اونها میتونه زمینه‌ساز رشد بیشتر. بفرمایید. چی شد وارد سیاست شدین شما؟ عرض کنم که حالا بستگی به این داره که سیاست رو چگونه تعریف بکنیم. به هر حال من به عنوان یه معلم دانشگاه که تجربه کار در اقتصاد ایران رو هم طی 40 سال گذشته داشتم و کم و بیش با مسائل اقتصادی ایران آشنایی داشتم، حس می‌کردم که در این شرایط خطیر که ما با تحریم مواجه شده بودیم و اقتصاد ما به دلیل تحریم ها و به دلیل بعضی پیشینه های تاریخی با مشکل رکود اقتصادی و تورم مواجه شده بود، شاید یه وظیفه تاریخی باشه اون چیزی که در توان دارم، دانشی که اندوختم و تجربه‌ای که به دست آوردم برای رشد اقتصادی کشور و برای حل و فصل مسائل کشور به کار بگیرم. بنابراین حس می‌کردم ورود من به این عرصه یه وظیفه است که بر عهده من قرار گرفته و بعد از اینکه جناب آقای دکتر روحانی پیشنهاد دادن که به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی مشغول به کار بشم، بر اساس همین احساس بود که به هر حال من
جواب مثبت دادم و خوشحالم از اینکه این فرصت در اختیار من قرار گرفت بتونم وظیفه خودم رو در قبال مردم خوب کشورمون انجام بدم. رفتن آقای وزیر به استانداری استان چهارمحال بختیاری که باز از ورود ما به دفتر استاندار جلوگیری شد. چرا؟ دیر شده. آقای طیب نیا ببخشید یه سوال کوچولوی دیگه. ببخشید شما تا حالا توی سیاست کاریتون کسی رو اخراجم کردین؟ بالاخره ممکنه بعضی مواقع نیاز به جابجایی نیروها باشه، حالا اسمش رو شما چی میگذارید من نمیدونم. توبیخ. بعضی مواقع ممکنه که لازم باشه نیروهای جابجا بشن و طبیعتاً توی مدیریت یه مجموعه بزرگی مثل وزارت امور اقتصادی و دارایی از این اتفاقا میفته. درست. خیلی هم ممنون، متشکرم. الان کجا تشریف میبریم؟ ما داریم میریم الان بازدید بکنیم از چند تا پروژه که در حال افتتاحن و یا پروژه هایی که تعطیل شده بودن و خوشبختانه راه اندازی شدن. خیلی ممنون. متشکرم. فکر میکنین درصدی یا درجه‌ای هستش که ما بتونیم اعلام بکنیم که ملت ایران به این درصد برسن دچار رفاه اجتماعی میشوند مثل دیگر کشورهایی که دارای رفاه اجتماعی هستند؟ مفهوم رفاه یه مفهوم نسبیه. شاید هیچ حد مطلقی رو نمیشه برای رفاه و برخورداری ذکر کرد. مفهومی است که در طول زمان و متناسب با شرایط جامعه تغییر میکنه، ولی به هر حال اینکه انسان بتونه نیازهای ضروری خودش رو تأمین بکنه و اون چیزی که به عنوان مقدمه و ابزار برای حرکت لازمه در اختیار داشته باشه قطعاً جزو مواردی است که ما به هر حال در مجموعه هدفهای زندگی برای آدم‌ها میپذیریم و تصور میکنم که این گونه عمل کردن پسندیده و مورد رضایت تفکر اسلامی هم هست. بازدید وزیر از مجتمع فولادسازی شهر کرد. با توجه به میزبانی بسیار ناهماهنگ و جلوگیری از ورود خبرنگاران و اصحاب رسانه و همچنین گروه مستندساز به فضای کارخانه ما دچار مشکل شدیم و نتوانستیم خودمون رو با وزیر برای بازبینی از کارخانه هماهنگ کنیم. کمی در مورد خانواده‌تون اگر اشکالی نداشته باشه بپرسیم کی ازدواج کردین، چند تا فرزند دارین، اونا چه تحصیلاتی دارن؟ خیلی خوشحال میشیم. من سال 66 ازدواج کردم، سن فکر میکنم 27 سالگی و عرض بکنم که یه پسر دارم و 2 فرزند دختر. پسر من که فرزند ارشد من هست، فوق لیسانس فیزیک هسته‌ای داره و عرض بکنم 2 دخترم هم دارن رشته معماری میخونن در دانشگاه تهران، یکی در مقطع کارشناسی و دیگری در مقطع کارشناسی ارشد. هیچ کدومشون به سمت رشته تخصصی شما؟ چرا، من یکی از دخترام ابتداعاً کارشناسی رو اقتصاد خوند ولی برای کارشناسی ارشد تغییر رشته داد و ترجیح داد که معماری بخونه. نقش همسرتون این روزایی که الان وزارت رو بر عهده گرفتین و اصلا نیستین خونه چقدر تأثیر داره توی زندگیتون؟ به هر حال شرایط زندگی قطعاً برای اونا یه مقدار سخته، چون ما خیلی کم توی خونه حضور داریم و مواقعی هم که توی خونه هستم معمولاً درگیر مطالعه و خوندن پرونده ها و رسیدگی به مسائل هستیم که طبیعتاً توی خونه و خانواده تمرکزی ما نداریم. منتها با توجه به اینکه همه اعضای خانواده ما به من توصیه کرده بودن که مسئولیت وزارت رو بپذیرم و حس می‌کردن یه وظیفه است که ما
در شرایط جاری بایستی بر عهده بگیرم. طبیعیه که همراهی لازم رو دارن و این شرایط سخت رو تحمل کنن. خطی که اینجا کار میکرد خطی بود که از 30 سال پیش کار میکرد و جوابگو نبود. این خط جدید رو راه اندازی کردیم که یه ظرفیت دقیقاً 10 برابر خط گذشته داره. این خط رو هندی‌ها نصب کرده بودن و آقای طیب نیا، من یه سوال میتونم ازتون بپرسم؟ شما الان یه مجلس مجتمع فولاد رو دوباره راه اندازی کردین و یکم اینجاست، درسته؟ اینا قبلا طی چند سال خوابیده بودن دوباره شروع به کار کردن، به چرخه تولید فولاد افتادن؟ فرق میکرد، فولاد تعطیلی نداشته، ولی پروژه‌ای که الان اومدیم بله این پروژه سال 91 به دلیل اون شوکی که به اقتصاد ما وارد شد تعطیل شده بود. تو قالب طرح حمایت از صنایع کوچک و متوسط با حمایتایی که دولت کرد و تسهیلاتی که داده شد مجددا احیا شد. الان خب از این دست کارخونه ها، کارگاه ها زیاد توی کشور ما هست. امسال بنا داریم که 7000 واحد صنعتی کوچک و متوسط رو با این مکانیزم ان شاءالله احیا شد. موفق باشید. مرسی، متشکرم. بازدید آقای طیب نیا به کارخانه نساجی، ریسندگی و بافندگی حجاب. شما چجوری میتونید مردم رو خوشحال بکنید؟ ما در شرایط ویژه‌ای مسئولیت اداره امور مملکت رو بر عهده گرفتیم. کشور ما دچار گسترده ترین و شدیدترین تحریم‌های شناخته شده در طول تاریخ شده بود. این تحریم‌ها در کنار ساختار اقتصادی نامتوازنی که از گذشته به ما به ارث رسیده بود و بعضی از سیاست‌های اقتصادی نامناسبی که اتخاذ شده بود و اون رشد اقتصادی درونزا و توان تولید ما رو دچار آسیب کرده بود، تحریم‌ها بر ما تحمیل شد. نتیجه این تحریم‌ها در کنار سایر عواملی که من ذکر کردم شرایط ویژه‌ای بود. رکود تورمی، تورم بالای 40% و رکود اقتصادی شدیدی که رشد منفی 6.8% رو برای ما در سال 91 به ارمغان آورده بود. چند سال مردم ما تحت فشار بودند. این وظیفه ما بود و هست که در این شرایط خطیر سعی بکنیم از دانش و از تجربه‌ای که به حمدالله در بدنه کارشناسی ما و در دانشگاه‌های ما به وفور یافت میشه استفاده بکنیم، زمینه رو برای اشتغال جوانان جویای کار این کشور فراهم بکنیم، بتونیم فقر رو در کشور خودمون کاهش بدیم و رضایت رو برای مردم فراهم بکنیم و طبیعی است که رضایت مردم یعنی آرامش ما و رضایت خاطری که ما میتونیم در برابر وجدان خودمون و در برابر خداوند متعال داشته باشیم. ماشین دومی سمت راست شما مهمترین ماشینشه که تو ایران فقط همین یه دونه است. ممکنه ماشینالات مشابه اینا رو شما جای دیگه هم ملاحظه بکنید، ولی اون ماشین در ایران وجود نداره. نمونهش رنگ آمیزیش هم مهمه. بله رنگش همینه. ولی رنگ این الان فینیش نهاییش هم شده دیگه. وقت شما چند مدل پارچه تولید میکنید؟ یه مدل؟ نه انواع و اقسامه. این الان یکی از اون قابلیتشو دارین که خانم‌ها باید بگن خوبه یا نه؟ خانم قاسمی خوبه جنسی چی؟ پسندی؟ سلام علیکم. معاون صنایع ما هستم. نه اون خانم‌هایی که عقبن اونو باید بگن. جناب وزیر، واردات کالای مشابه تولیدات داخلی ضرباتی به واحدهای صنعتی از جمله در 4 ماه به بختیاری زده. وزارتخانه شما به عنوان بخشی از برنامه‌ریزی دولت چه برنامه‌ریزی در این خصوص کرده؟ جهتگیری اصلی دولت حمایت از تولیدات داخلی است و
بنابراین پرواضحه که از ابزارهایی که در اختیار ما هست برای حمایت از تولید داخلی استفاده میکنیم. قطعا یکی از این ابزارها تعرفه مناسب برای واردات کالاهایی است که در داخل تولید میشه. اگر تعرفه مقدارش کم باشه، صنایع داخلی، تولیدات داخلی نمیتونن در برابر محصولات مشابه خارجی رقابت بکنن و اگر تعرفه بیش از حد بالا بره و نقش بازدارنده ایفا بکنه میتونه منجر بشه به شکل‌گیری صنایع انحصاری در داخل کشور و کاهش بهره‌وری و کارآمدی. بنابراین تعیین مناسب نرخ تعرفه یکی از ابزارهاییه که میشه از صنایع داخلی با او حمایت کرد و مهمتر از او جلوگیری از قاچاقه. اون چیزی که لطمه میزنه به تولیدات کشور عمدتاً ورود کالا از طریق قاچاق هست که بدون پرداخت تعرفه گمرکی و بدون پرداخت مالیات وارد کشور میشه و دشمن تولید داخلی است. دستگاه‌های مسئول مصمماً با قاچاق به صورت جدی مبارزه بکنند. خوشبختانه طی سال گذشته میزان قاچاق کاهش پیدا کرده. الان میزانش بر اساس برآوردها به 15 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده که حاکی از کاهش تقریباً 10 میلیارد دلاری در میزان قاچاق به کشوره. در سال جاری مبارزات شدت گرفته، میزان کشفیات قاچاق به شدت در حال افزایش، مقدار تحویلی به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در ماه‌های اخیر تقریباً به 3 برابر میزان قبلی خودش افزایش پیدا کرده که حاکی از مبارزه جدی با قاچاق هست. ما از این طریق هست که میتونیم کمک بکنیم به صنایع داخلی که بتونن به صورت سالم فعالیت خودشون رو انجام بدن. پس از صرف ناهار در هتل شهرکرد، راهی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شهرستان شدیم که در این نشست رؤسا و معاونین بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری استان حضور داشتند و پس از ارائه طرح و پیشنهادات معاونین متخصص استانداری، سرمایه‌گذاران خصوصی هم به اظهار نظر و انتقادات و پیشنهادات خود در عرصه تجارت و سرمایه‌گذاری پرداختند. من حامل سلام گرم و صمیمانه رئیس جمهور محترم و اعضای هیئت دولت برای شما مردم شریف استان چهارمحال و بختیاری هستم. امروز این فعالین اقتصادی خارجی هستند که برای بهبود رابطه با ایران هر روز به ایران سفر میکنند. این مقامات سیاسی کشورهای مختلف جهانند که هر روز و هر هفته شاهد سفر تعداد کثیری از آنها به ایران هستیم. طی 35 سال گذشته متوسط نرخ رشد اقتصادی ما 3.1% بوده و طی 8 سال منتهی به دولت تدبیر و امید متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران 2.2% بوده. یعنی دورانی که ما درآمد نفتی 120 میلیارد دلار داشتیم، در دورانی که چند صد هزار میلیارد تومان بنگاه‌های کشور فروخته شد و در دورانی که چیزی قریب به چند صد هزار میلیارد تومان برای دولت تعهد و بدهی ایجاد شد، ما به طور متوسط رشد اقتصادی 2.2% داشتیم. اما در سال 93 توانسته بودیم در عین تحریم به رشد 3% برسیم و دستیابی به رشد 4 یا 5% در سال 94 امکان پذیر بود. متاسفانه ما با یکی از کم سابقه ترین کاهش ها در قیمت نفت مواجه شدیم. نفتی که در 6 ماهه اول سال 93 105 دلار فروخته شده بود، در سال 94 حتی به قیمت 20 دلار هم نزدیک شد. در آخر پس از همه فعالیت روزانه وزیر در شهر کرد، موفق شدیم تا با وزیر قبل از رفتن به شهر سامان در صدا و سیمای مرکز استان به گفتگو بپردازیم. کار فرهنگی هم میکنین؟ سینما، فیلم، تلویزیون، تئاتر، موسیقی؟ الان که اصلا فرصتشو ندارم. فیلم ندیدین خیلی وقت؟ ولی اگه مثلا توی خونه فرصتی باشه که نوار سیدیشو ببینم ترجیح میدم که. میدونین از لحاظ اقتصادی وضعیت هنر سینما تئاتر مملکت تو چه وضعیتیه؟ ظاهرا اقتصاد سینما بهتر از گذشته شده ولی در مجموع وضعیت خوبی نداره، ولی
توی مدت اخیر خوشبختانه یه مقدار وضعیتش به وضعیت بهتر. حالا این از دید ما هاست که رشته‌مون این هست داره اتفاق میفته. چرا توی ایران برای شروع هر کاری تو باید سرمایه‌گذار معرفی کنی یا ارائه بدی؟ این ویژگی مال همه کارهای اقتصادی. سینما هم اگر میخواد یه وضعیت پایدار داشته باشه حتما باید یه اقتصاد پویا داشته باشه، سودآوری داشته باشه، روی پای خودش بتونه بایسته. شما تا کی میتونی فیلم بسازی و با زیان عرضه بکنی؟ حتما باید سینما به مرحله‌ای برسه که یه اقتصاد پویا و سودآور داشته باشه و در این صورته که ما شاهد گسترش هر روزه سینما خواهیم. من برای آخرین سوال اگه حرفی، خواهشی، انتقادی، پیشنهادی از رئیستون آقای رئیس جمهور دارین که میتونین به ما بگین خیلی خوشحال میشم و بعد در مورد هفته دولت اگه حرفی داریم ما با رئیسمون آقای رئیس جمهور جلسات مستمر و بله منظم داریم و مسائلی که هست رو خدمت ایشون مطرح میکنیم. با محدودیتی از این جهت مواجه نیستیم. اونی که میتونین به ما بگین بسیار نزدیکه و انصافاً فکر نمی کنم تا کنون هیچ کدوم از رؤسای جمهور به اندازه آقای دکتر روحانی بابت مسائل اقتصادی وقت گذاشته باشند. ما هر هفته 2 جلسه داریم، 2 تا نصف روز که به صورت کامل با حضور اعضای ستاد اقتصادی دولت و شخص آقای رئیس جمهور مسائل اقتصادی کشور رو بررسی میکنیم و توی اون جلسات تصمیم‌های کلیدی گرفته میشه. ایشون اهتمام جدی دارن به مسائل اقتصادی کشور و خوشبختانه ارتباط ما با ایشون خیلی نزدیکه و طبیعتاً مطالب خودمون رو به راحتی بهشون منتقل. خوشحالتون. پس از طرف ما هم خیلی سلام برسونین، بگین هوای جوونا رو داشته باشن. یه مقدار شاید حالشون الان مخصوصا از لحاظ بیکاری بده، یه مقداری دارن پیر میشن، بعد بی تجربه میشن، تنبل میشن، فردا مملکت ممکنه اتفاقات بدی براش بیفته. حالا من فکر کنم آقای رئیس جمهور هم به من اجازه میدن که از طرف ایشون سلاممو به جوانان و شما به نمایندگی از جوانان اعلام بکنم. قطعا ایشون یکی از دغدغه‌های مهمشون مسائل مربوط به جوانانه و همه ما و به ویژه شخص آقای رئیس جمهور تلاش میکنن که یه آینده روشن همراه با عزت و کرامت رو برای جوانان ایران تامین. مرسی، خیلی لطف کردین، وقتتون هم گرفتم. ان شاءالله سفر خوبی داشته باشین تو شهر کار. تهران میبینیمتون. خدا نگهدار شما. مرسی. من فقط میکروفونتون اگه ازتون بگیرن ممنون. زنگ زدن. چی شد؟ دکمه پایینشه؟ خب موبایل خوب بدین به آدم. خیلی هم